سلام و رحمت الله و برکاته. برادر ارجمند در رابطه به فروش موی خانما پرسیدن که آیا جایز هست که زنها موی که ضیافه هست یا قیچی میکنن از سر خود را بفروشن یا خیر؟ برادر عزیز، علمای اسلام کلشان اتفاق دارند که فروختن موی جایز نیست. در کتاب العنایه شرح هدایه در اوج ذکر کرده، گفته ولا یجوز بیع شعور الانسان، فروختن موی انسان جایز نیست، ولا الانتفاع بها، و نه از او فایده گرفتن جایز است. لان الادمی مکرم، زیرا آدمی یک انسان که است یک چیزی با کرامت و با عزت هست و نه یک چیزی مبتذل و یک چیزی اضافگی. فلا یجوز ان یکون شیء من اجزائه مهانا ولا مبتذلا، پس جایز نیست که به یک جزئی از اجزای وجود انسان اهانت شوه و او را رخیص و ارزان ساخته شود، بلکه مکرم و با عزت هست، فروشش جایز نیست. همچنان امام نووی در کتاب المجموع میگه ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمی، چیزی که میگه در وقتی در وجود انسان متصل باشه فروش ناجایز است، او را که جدا هم بکنی فروش ناجایز است. یعنی اون قسمی که انسان آزاد فروختنش ناجایز است، یا یک انسان باشه مویاش در سرش وصل است بگوی من را میفروشم، یک کسی بگوی مویایت من میخرم لکن در سر خودت باشه، اما ناجایز است. اما قسم بیعی منفصل، یعنی وقتی که از سر قیچی میشه یا تراش میشه بازم ناجایز هست. و همچنان در موسوعه فقهی آمده در جلد 26 صفحه 102 گفته واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمی بیعا و استعمالا. فقهای اسلام کلشان اتفاق و موافق هستند در این موضوع که جایز نیست فایده گرفتن به موی آدمی و فروختن موی آدمی و استعمال از او، لان الآدمی مکرم، زیرا آدم که یک چیزی با کرامت هست. الله عزوجل فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت دادیم. از یاد استدلال کردن فقهای هر چهار مذهب که جایز نیست خرید و فروشی موی انسان. بخیر سلامت.